گداریا رادیو ریا تزش موسکو دکن سلاف و دما بخیر گدارین دلال رادیو ریا تزه هندکارن ببین تور اینترنت بوی ناو نشانی مالپرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه دو دی آداریه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وفته بکن شیفا گردی روزنامه‌نامه نافداریا روداوید 25 سوات 2017 اجبر تقیید بمبئی که بجاری مسلی شهید بو او ای سال دبه 2 سال کد سر شهید بو نوی را در باز دبه نوچه شهید بو نا شیفا گردی جیانی گلک دنگ و دا او بدهان برپرست و کسیتین سر آستا نودولتی در گرانیا خواه آنین زمان و بیامین هفخیمی بو تورا میدیا روداوی را او مالبتو وی را شاندن شاندری اوی دمیگی سروکی امریکا تفپیمانیان نودولتی آدجی دایش دا بريت مارك جيك تويتا كي دول سر شهيد بونا شيفا گردي نويسانده بو شيفا همود تشتك بوكو دايش لي دترسيا اب روزدوانك بوكو دربين دايشي اشكره دكرن نونتيو نتوين يگتلي راقي داخيني كي داراگيانده بو ام خمبارن و روزدوانك گنج و آزا دما بكانين كاري خادهات کشتن بايلوزي ولاتن ين عراق هوا قنصلن ولاتن ين هرم كردستان جي بيامين خوا هفخميا خوا اني بون زمان هوا شهيد بونا شيفا گردي ميديا جياني دا گلك دنگ دا اودگلک روزنامه کوار مالپر و تلویزیون دا بو نوچه یکم دشمید مراسمی که دا بامدبون سرکومری بری فرانسه فرانسوا هولند کل سر به خواندن تور میدیا رو دابل هولیری بو خلط جیانی یا شیفا گردی پیشکشی روزنامه که جن کرد روزنامه الان تبه جنان موسا دست سرکومری بری فرانسه فرانسوا هولند خلط جیانی یا شیفا گردی ورگرد جنان موسا روزنامه که ناسکری او ویرک روزلات نامین او جیانی او نه پیمنار الان تبه جنان خلق لبنان سال 1984 سعودی اجدایک بوده روزنامه‌نویسی دواری رادیو تلویزیونی دال زنینگه امریکی یا بیروت خواندی او ادبیات انگلیسی جل زنینگه لبنانی قداندیه جبر کارین تایبت و برومت و بیارین دجوار و مترسیدار دا کمیته دادواری یا خلاط شیفا گردی جناف چند هل بجیران جنان مسال بجرد که خلاط جیان یا شیفا گردی یا سال 2019 ور بگره مراسم خلاط جیان یا شیفا گردی هتل رواتان یا حوالی بجداریا سرکومری بری فرانسه فرانسوا هولند و گلک برپرسین هرم کردستانی و عراقی و هشمار که زیده یا روزنامه‌نامه دست بگیر هفتیا بوری سروک مسعود بارزانی پیشوزیل بایلوزی روسیل عراق ماکسیم ماکسیموف و شاندا پیرا کر و سپاسی سروک و حکمت روسیل لمبر دوزا روایی گل کردستانی قناقین جدادا کر جوین دا کنسول روسیل هولیری ویکتور سیماکوف آمده بو بایلوزی روسیل عراق ماکسیم ماکسیموف سلاوین سروکی روسی ولادیمیر پوتین و وزیر دروا و نونری تایبت یه سروکی روسی بو کاروبارین روزلات ناوین گیاند سروک مسعود بارزانی و تکزیل گرینگی و پیگه هرم کردستانی سیاست در و یا روسیه او گرینگی پیدانا پیوندین دالی دا کر شالی خواه سرک بارزانی سپاسیا سرک پوتین حکمت روسیه کر بو هلوست و سرک و حکمت روسیه لمبر دوزا روا یا گل کردستانی قناقین جدا دا او پیشوزیل فرکرنا و هفکاری نوبر هرم کردستانی و روسیه دا کر شرمند انجمن آسایش هرم کردستانی مسعود بارزانی دم جوینال گل بایلوزی روسیل عراق ماکسیم ماکسیموف درباره پیشتاین رفش سوری ابتایبتی یا روزلات فرات دا تکزیل جارسری سیاسی به بجداری تویا پیشتاین کر او راگیاند پیوستد گوتو بیشان دا گارانتیا ماف و آسایش گل کرد دوی والاتی دا بیداین تفدیدن دا که کنسول گیشت یه روسیه جی لولیری ویکتور سیماکوف آمده بو بس بیارین داوی نافچه هاتن کرن او تکزیل گرینگی بدانا پیوند دین نابرا هرم کردستانی و روسیه ده همو وارانده هاته کرن روز دوشنبه 25 سوات صلاحالدین سرک مسعود بارزانی پیشوزی سرک بری فرانسه فرانسوا هولند و شاندکیل گلوی کرد گور راگیاندن مالپرا سرک بارزانی تفریدن دو سرک بارزانی گلک بگرمی بخیراتن فرانسوا هولند کر و بدوستکی مزن یه گل کردستانی وی ناف کر و دا کفشک و دروژن دجوار و تنگ دا ین شهر تروری دا سردن کردستانی کرد و به سردان مورال و هیویا گل کردستانی بلند کرد هر وا راگیاند که گل کردستانی و هلوستش بیرناکه و خو دینداری سروکی بری فرانسه فرانسوا هولند زانه سروک بارزانی سپاسی گل حکمت و فرانسه جکر که هر دم پشتوانی و دوست مزن یه گل کردستانی بونه و دوستانیا گل فرانسه که گل که خودی پرینسیپه بشانزی که مزن دازانین هر وقت دوی جوین دا سروکی بری فرانسه بزانین خوش بو قیرمانی و ویرکی و قربانی دانا گل کردستانی و پیشبرگه یا شرط جدایش دا هبو و خوش حالیا خوش دیار کرد که نها قناقه که دل کردستانی
کردستانی هاتیه هولی و دایش تک چیه و هلبجارتن هاته کرن و پروسی دموکراسی جیل کردستانی بحث و بردوام و راگیاند باشه روزه که گشت و پیشکتن البند کردستانی دکه. روز اینی پارلمانتوی کردستانی یکتیم روشتاندن خوش بو وکرن روشتاندن یا پیجای پارلمانتوی دارخست. الحجدی سواتی دسته سرکاتی پارلمانتوی کردستانی هاتل بجارتن. هر واجبینه که آورده داشتی کمیته یاسایی هاتل بجارتن. هات دست نشان کردن که یکم کاری پارلمانتوی کردستانی سراسکرن یاسای سرکاتی حریم کردستانی به. پارلمانتوی کردستانی به بست البجارتن اندام کمیته یاسایی سشمی جوینه که آورده پیکانی جوینه دا که یینکی بجدار نبود پارلمانتورن هفته سی دنگن اری اندام کمیته یاسایی البجارتن یکتیا نشتیمان کردستانیش بو کمیته دو بربشیر دستیشان کربون لیبلیش بر که یینکی بجداری وی جوینه نبود بربشیر وی نهاتن البجارتن فراکسیون پیکاته که هاتن بجارتن اون فراکسیون پارتی دموکراتی کردستانی 4 کس فراکسیون تفگیر گوران کسک فراکسیون کبله اسلامی یک کس، کریستیانان یک کس، فراکسیون ترکمنان یک کس، فراکسیون نفشانو یک کس. گور کریستیان پارلمانتوی کردستانی کمیته 934 اندام کمتر به وجده 11 اندام زیاده تر به. کمیته یاسایی پارلمانتوی کردستانی 11 اندام پیکته. سروکی فراکسیون یکی پارلمانتوی کردستانی به گرد طلبانی راگیاند. کش بو بجداربون یکی درشتاندن پارلمانتوی دا و فراکسیون یکی اول بند جوینا پولیتبیروین بدکی و یکی نه. اندامی پولیتبیروی پارتی دموکراتی کردستانی روز نوری شویاس راگیاند. یینکی دخواست جوینش پیدکی کریلیش برکو بشک شاند پیدکی نل کردستانی نه دم جوینی نهاد دیار کرن او گود امپیویدارن هر دو عالی بگیجن انجامه که باش. اندامی پولیتبیروی پیدکی روز نوری شویاس درباره ناکوکی نبره پیدکی او یینکی دا گود. خاله ناکوک رفشا کرکوکیه. افدویجد هگر پارزگرکش کرکوکی را داینن رفشا کرکوکی آسایی ببه. امجد بیجد هگر اکربت کرد هبه و کرد یک به او پهرو فشارید سر بغدای بکن و هگر دستلات پارزگر هبه رفش کرکوکی آسایید به. هر وا گود پیدکی دم بوری دا چند جاران سردان سلیمانی کر و بیکتیا نشتیمانی کردستانی و تبگر و گورانی را جویا نه اوان البندین اف بین سردان باریگین وان بکن و پرسان پهرو گودو بیش بکن و بگیجن رکفتنگی. یکتیا اروپا پلبجارتن دسته سرکاتی پارلمانتی و هبونا جنید ناف دسته سرکاتی دا کیف خوشه و بنیشان دموکراسی حریم کردستانی پیروز کرد. بر پرس اوفیس یکتیا اروپا حریم کردستانی کلاریس پاستوری سریدنا پارلمانتی کردستانی کرد و دگل سرکا پارلمانتی کردستانی والا فرید و جگرین یکم و دیامین سرکا پارلمانتی همین ابرامی و منا قیوه چی جویا. کلاریس پاستوری پیروز بایی و کیف خوشی خوب کار کردن پارلمانتی و هبونا جنیل ناف پوستین سرکاتی دا راگیاند اف کیف خوش کد بینن پارلمانتوی کردستانی و دسته سرکاتی پارلمانتی هاتی البجارتن و جنها و دست بدانین کمیته پارلمانتوی و هبونا جنید سرکاتی ویدا گرنگه و نشانا وکاوی و دموکراسی حریم کردستانیه. گور آگاداریان شواسی شمی چکدارین دایش گیریشی سرگندگی قرار تپه یلب کرکوکی کرن و افدورپیچ کرن و خلق گندی بروانیر خواه کرن. دوی درباری دا برپرس کمیته یینکیل قرار تپه محمود عمر راگیاند. چکدارین دایش گیریشی سرگندشی سعید کرن و دورپیچ کرن و شر دست بکر پشتی بروانی گندیان کارین گیریش دایش بشکنن. درباری زیانین گیریش جهاد زانین ولاتی که گند بریندار بو کسی که دنجی وندایه و تی گمان کرنش علی چکدارین دایشی و هاتو به رواندن. به نوچه که کردستانی باشوری کرکوکیه و سرب بارزگاه دیالویه جبلی کردان عرب و ترکمن جیلی هنه. فروکین هف پیمانیان نافدولتی چند جنگ و دایش خارتی دا و شرط در دورو کرکوکی بو بباران کرن گور ازانیاریان جهجمارک چکدارین دایشی هاتنه کشتن جدرین لشکری ین ایراقی بلاف کرن فروکین هف پیمانان 4 آرمانجین دایش الباشور و رجوای کرکوکی بو بباران کرن و هجمارک چکدارین بیری خستنه کشتن دوی داوی دا هزین ایراقی پفکاریا فروکین هف پیمانان چند اپراسیون لشکری پرزگین کرکوک دیاله صلاح الدین انبار و نینیوای کرن و هفدم جی هزک زنجیل سرسینوری بسوریه هاتیه بجی کرن. پشتی بویارین 16 جتمه 2017 و وکشاندن هزین پیشمرگش کرکوکی و بشکش نوچین کردستانی دایش الوان نوچین چالاک بیه و خلقش بو پاراسته دی داخوزا وگر پیشمرگه دکن که وگر کرکوک و در دوراوی.
سر و خواندن وزارت درباره روسیه شنده که کرد بو پرسا روجوای کردستان گیشت مسکو و الگل جگری وزیر درباره روسیه میخائیل باگدانوف جویان اندامی شانده رفشنبیر و کدبسیان کرد اکرام اونان سر نواروکا جوینی باگدانوف را رادیو ریا تزه را گود یکش گرنگترین پرسیان جگری وزیر درباره روسیه گوتو بیش کرد پرسا روجوای کردستان بتایبتی و یا کتب توایی بو امج وزارت درباره روسیه تگیشتن که آمدن آلیکاری بکن بو آلین کردی نزدیکی هب ببن و رولا نوینکاری دنبال کرد و چه کبت سوری چه اپوزیسیون سوری دا بگرن هلوست روسیه جی ارینی بو هر با اندامی به شانده گوتن روسیه ولاته که باندوره و وانده خوش کرد که رولا که ارینی دنبال چه کردان و چه دنبال کرد و سوریه این دا اجبو چاره سرکرنا پرسگری که کردال سوریه بلیزه سروکی آمریکا دونالد ترامپ سربازگاه که آمریکایی آلیاسکا را گیاند که هزین که آمریکا پشتوانی وانده که توی خاک دستی دایشیل سوری کنترل کرده. هر وقت فرماندار هزین سوری دموکرات مظلوم کوبانی ویدیوی که دا گفت که افدی دم هفته که دا سرکفتن تمام سر دایشی دا راب گینن. اپراسیون حسده یا دوربیچ کردن دایش داست خواه یا داویه دایه. سروکی انجمن یاسادانین یا ریبریا خاصر حکم خلو هر وقت را گیاند که جبرگرتن رفش سیویلان حسده اپراسیون خواه داویش بود که روستاندیه هزین سوری دموکراتیک به هزاران ولاتین سیویلش با خوزی جداوی بارگه دایش دیرزوری درخستن و ناموان داجی 11 زاروکین ازدی هنه تنگبون دوربیچ حسده و پیمانیان نافدارتیل سر با خوزی اولگورزانیاریان دا چند روشن داوی زیدترش 5000 ولاتین سیویل و چکدارین دایشی درکتنه نو خلق رزگار بوی دا 11 زاروکین ازدی هنه کش بری 5 سالان واش آلی دایشی و هاتبون رواندن دایش اف زاروک فیری آینا اولا اسلامی کرنه و وان زوانی خواهی کردیجی بیر کرنه. وان زاروکان ایش و کارست و بسر سری وان هاتنش کردستان بیشچارا و گوتن. اف زاروک بودورین اولال پارزگه هرسکه هاتنه و گواستن. مترسیاش بگیر دایش دا وان زاروکان دا هاتیه چاندن. ایدی اف زاروک لیویا چرا نویس خیانونه و بگی جنده و باوی خواه. درمه که دا که هین کسیم پسپور و خلق ازدید بیجن. اگر گداری که تایبت وان زاروکان را نی کرن دی اف زاروک ببن مینا بومبین دمکی. در سال 2014 دا چکدارین دایشی گیریشی سرشنگالی کرن و جبلی کشتن دایشی به هزاران جن زاروک و میر رواندن. حتی نوع هجمارک مزنش ازدیان هاتن رزگار کرن لیهین هجمارک جمایه و جرانیو سوان ندیاره. جروش دست بکردن اپراسیون کنترل کردن باجروکی باخوز و حتی نا 15000 کس جوی باجروکی درکته ده. برپرسی نوند را گیاندن و هزین سوری دموکراتیک مصطفی بالی را گیاند. جروش دست بکردن اپراسیون کنترل کردن باجروکی باخوز یه گندوارن دیرزوری جنه وی میو حتی نا نزدیکی 15000 کس جوی باجروکی درکته ده. دیگر کسی کش باجروکی حجینجی درکته نه هجمار دیگه 40000 کسان. اوی یک جی اشکره کر پرانیا چکدارن کل باخوزی مانه چکدارن بیان نه و تونرش بو خو پراستنی کلانه ولاتین سیویل کش نوچه بن کنترل دایشی تین درخستن الکامپا هولی یا گندوارین حساکی تین بجی کرن هزین سوری دموکراتیک گوره که کمیل با خوزی دبینه و تدب دهان ترمه بون تی گمان کرن که اف ترمین از دینش آلی دایشی و هاتنه رواندن بون. فرمانداری حسده عدنان افرین را گیاند روژا پیشه می گوره که کمیل نزیکی با خوزی داوی بارگه دایشی سوری ها دیتن بدهان ترمین سری بری تدابون. تی گمان کرن که اف ترمین از دینش آلی دایشی و هاتنه رواندن بون. دیتن آوی گوره کمی دمه که دایک بری چند روزان روزنامه دیلی مایل یا بریتانی بلاف کرد. هزه که تایبت یا بریتانیل با خوزی راستی 5 ترمین جنن ازدی هاتبون که سری وان هاتبون برین. سال 2014 دایش یریشی شنگالی کربو و هزاران کردن ازدی کشتن و هزاران جنجی و زاروکین ازدی رواند بون. میدیا نزدیکی ریبریا خاصر را گیاند دم که هجمارک ولاتین روجوای کردستانی دخواستن قاچاقی هجدارچه که نبین گندین ارادی و فقیر و یه نبرا باجارین دربسی و سریکانی روجوای کردستانی در بازی باکوری کردستانی ببن شالی جندرمای ترکیه و هاتن گل باران کرن دنجامی دا 4 ولاتین جانی خوش دست دان که 3 جوان جنن و 5 ولاتین دنجی بریندار بون هات زانین حتی نا ترمین ولاتین سرسینورن و شتستا گل باران کرن جندرمای کس دکاره نزدیک به او ترمیوان راکه بریندارانش بونه خوشخانای باجاری سرکانی هاتنه و گواستن رفشا برینداره کیجی خراوه
هزین سوری دموکراتیک 28 دیلین داعشین عراقی و بیانی را دست عراق کردن. آتش عراق داخلی که دارگیان حسید چند روزن بوری 28 چکدارین داعش که وقت دیل دسته و دابون را دست عراق کردن. داوان دا 14 چکدارش فرانسی و 6 چکدارین عرب هبون. گور سروکه که آتش عراق کش آژانس رویترز را گیان دیه حسید روز 21 به ماهی 150 چکدار و 250 چکدارین داعش را دستی وان کردن. الگور زانیاریان حسید دی 502 چکدارین داعش سرچند دانین را دست عراق بکه. دمک فرمانداری حسید اوری ببری خاصرد بشه هجمارک مزنش چکدارین داعش زندان وان دا گرتینه و بانک ولاتن جانی دکه که هر ولات دک چکدارین که هم ولاتین وانن بر بگرن و ولاتن خواب بدن دادگه هم. فرمانداری گیشت یا هزین سوری دموکراتیک را گیاند وان کاری 24 شروانین حسده یلن جم داعش البخوزی دیلگرتی بون رزگار بکن. فرمانداری گیشت یا حسده داخلی که داخل سروان پر خواه فرمی بلاف کر را گیاند پشت اپراسیونه که برفرکوت دور چتاین هریم بخوزی هاد گرتن وان بریار داکو اب اپراسیون خواهین لشکری بدن سکناندن داکو اب بکاربن سیویلان چتاین دور بکن و وان شریمی آزاد بکن. فرمانداری هروا داخیا کرن 24 شروانین حسده ینکو دمکی بریان علی چکدارین داعش و هاتو بون رواندن هاتن رزگار کردن. روزنامه وال استریت یا آمریکیش سر هجمارک برپسین آمریکی و گاستیه F-400 لشکرین آمریکی ینکو بریار سوریه بمینن دیل سی نوچین ورن بلاف کرن. برپسین آمریکی و نوچین لشکره دکن و دادن زانین بشک لشکرین آمریکی دیل من بیج بمینن و گرین جبدیری ترکیه را بردوام بکن. بشک ادن دیل رجلات فراتی بمینن و بشک جهرم اوله یاد نمبر سوریه ترکیه دابن. بشک سیوج نوچین تنه بمینن جبو ریگریل فرابونو باندورا ایرانی بکن. سروکی آمریکا روز 19 کانون 2018 بریار بخشاندن هزین آمریکی سوری و روزهای کردستانی دابو لی اویک راستی گلک کاربداران هاد بری دروژاج آمریکا تکس کرده 400 لشکرین آمریکی سوریه بمینن. هر دوی درباری دا برپسته که پای بلدیه ریبریا آمریکا آژانس رویترز را گیان دابو ده هزین وان بشک بنش 800 حتی 1500 لشکرین اوروپی که ده دوی نوچه بمینن و دیار کرد دانستاندن آمریکا و پیمانی وان گین اوروپیش بوان هزین که دیل هریم دا بمینن بردوانن. هفتیابوری پیودار وزارت درباره روسیه ماریا زخاروا گفت اف پیمانین ملت‌گل ترکیه امضا کردن نایبی و تایکو حتی دی بردوام بن. زخاروا دازانین گوری پیمان سوچی پیویز بو گلک بریار وارم جی کرن لی اف پیمان نهات نبجی کرن. بردف که وزارت درباره روسیه گفت درباره ایدلیب دا ترکیه سوز دابو که گروپین تروریست بچک بکه و دورک آرام بجی بکه لی حتی نا اف یک پک نهاتیا و گروپین تروریست پرانیا ایدلیب کنترل دکن. درباره سوچی زخاروا گفت اف پیمان نوی بیواته که حتی دی بردوام بن. دنگ و بسنجیانه روز چهارشنبه 17 سروکی آمریکای دونالد ترامپ و سروکی کره باکور کیم جونگ اون پایتخت ویتنام هانوی دست بکر. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بریو 17 فرمی بروجدامان را جوینه که کرد بکنین. دوی جوینه دا سروکی آمریکای دونالد ترامپ سروکی کره باکور کیم جونگ اون را گفت برای من بالاتی ته دی به خودی سبروزه که پرخوش تا سروکی که به هم پی. ترامپ دیار کرد که هیویدار سامیتا سرکفتی پیک بینن و ابلودکش جوینه سال بوری یا سینگاپوری سرکفتی تر ببه. سروکی کره باکور جدا خفتن خدا گود و او زحمتیل دو خواهشتن و ایرو او نهال وی دارینه. دیزانی که ترامپ وی جوینه دا هفته دا که کیم جونگ اون جه بچکبون اتمی رازی بکه. لیش جوینه سروکی آمریکای دونالد ترامپ و سروکی کره باکور کیم جونگ اون تو پیام در نکد. سروک ترامپ گوته بکش برکو سروکی کره باکور کیم جونگ اون خواستی که سانکسیم تمامی پوچ ببن هل جوینه بویرا داوی بویه. قصر سپید چارچمی را گیاند بکو ترامپ و کیم جونگ اون دی پیمانه که هفبش امضا بکن لی اف یک نبو. وزیر درباره کره باکور ریو گنو دیار کرد که گر آمریکا بخوازه دانستاندن نو بکشی دی سکنا بخینیانه ناگویره. سروک ترامپ گوته بکش برکو سروکی کره باکور کیم جونگ اون خواستی که سانکسیون تمامی پوچ ببن هل جوین ویرا داوی بویه. ری دازانی که دانستاندن آندا و نه تمامی سانکسیون لی تنی پوچ کرنا بشکه وان خواستیه. ترامپ و کیم جونگ اون پشتی هل جویدال سینگاپوری لهانوی یا ویتنام اجاره دیان کن ببون لیش جوینی تو پیمان در نکرده بود. وزیر کره باکور ری دیار کرد که فرسنده که مینا هل جوینا ویتنام اجاره کردن بزرگ دسته واند که به. ری دازانین که دروژ پیش داگر واشنگتن بخوازه بجوشی اوی سکنه ها ناگوهرینن.
هفتیا بوری سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان دیار کرد مافی تک کسی نینه دست باویجه رفشا برگریا ترکیه گل روسیا سر اس 400 هفدو کریه و مسئله قدیایه اردوغان دست نشان کرد گل بریس پوتین وان سروی بابتی آخوینه سر بوهای موچکان تکنیکوان برهمانینا هفبش گلک بابت وانگرد دست اب موشکش بو برگریا ترکیه پیویستن بریس پوتین گلک برینی نزدیک المکر نهم رابن بیجن نا اویک نکره ببه یونانستان اس سیست کرینه بلغارستان اس سیست کرینه چما هون دنگی خواه برن بری وان رانوکن لی هم بری ترکیه دکن ام السر اس 400 رکفتنه و مسئله قدیایه امریکا و هفپیمانیان ناتو رخنل کرینه موچکن اس 400 ین ترکیه جروسیه دکه و دیار دکه که اویک بترسیل سر سیستم بروانی و موشکی یا ولاتین اندامی ناتویه هر و امریکا آنیه زمان که اگر ترکیه اس 400 بکره دی دور بیچان هن بر ترکیه بسبینن حتی بری کمیسیون کارندر و یا پارلمانتی اروپای پیش نیاز را بستاندن پروسیس اندامدی ترکیه بو یکتی اروپای بجراند. پارلمانتی اروپای پیشنهاد درباره را بستاندن پروسیس اندامدی ترکیه یا بو یکتی اروپای علی کمیسیون در و هات بجراندن. نو پیشنهاد کش علی کتی پیری و هاتی آمده کردن او بجراندن دا بریار استاندارد ین کنسی اروپا و دادگاه مافی مروانیان اروپای بیرا ترکیه نخستن. تمن دمی دو قلس و لوازیو دموکراسی مافین مروان سردستی حقوقی او پاشدو چودان دوارین مافین بگیین دا وکسدم اورا گرتن و بریاری هاتیه دست نشان کرن. حکمت ترکیشی راپورتی بگیین دبینه و رخنین گران اروپای دگره. دراپورتا کوی در 13 آداری دال پارلمانتوی اروپای دنگدان و بکرن دا بانگو سر آزاد کردن پارلمانتارین گرتی ین هدپی جی دگره و الوستا ترکیه درباره بریار دادگاه دا که جبو سلادید دنبتاش را گرتی بو تی شرمزار کرن. سپورین پیوندین نو دولتی دبیجن دنگدان و 13 آداری داگر راپور بی قبول کرن و پروسس اندامتی ترکیه را وسته. آلوزین دنبرو هندستان و پاکستانی دا گیشت قناغ کنو و پاکستانی را گیاند. دو فروکین ارتش هندستانی الازمانی پاکستانی هات نشکیناندن و فروکوانه که هندستانی هات دست سر کرن. پیویداری وزارت برگریا پاکستانی جنرال آصف خفورد کنفرانس که رجدوانی دا را گیاند. دو فروکین هندستانی ازمانی پاکستانی درباز کرن و هر دو فروکه هات رجدا برن و دو فروکوان دیل هاتن گرتن. بریوی آژانس رویترز بلاف کرد بود دو فروکوان و کسی که سیویل یه هندی انجام کتن فروکه که بشهندی شریم و کاشمیری هاتن گرتن. رویترز دا بخیا کرن سه فروکین شرقین پاکستانی دربازی ازمانی بشهندی یا هریم و کاشمیری بون. لی فروکین هندی روبروبوی وان بون و ابنه جارب کرن و گرن. پیشتر جهات را گیاندن. 5 لشکرین هندی بگلهنش آلی پاکستانی و هات بون آبیتن بریندار ببون. او ارتش هندستانی برسی و جدر گلهن دا و 5 خالین سینوری ین پاکستانی جناب برن. آلوزی 3-4 روز بریویل سرسیدوری پاکستان و هندستانی در کتیب. تایبتی پشتی کفروکین هندستانی لشکرگاه رخستان جیش محمد نو خاکا پاکستانی بمباران کرد او 300 کس الوی لشکرگاه هاتن کشتن. برنویس که بو ونزوئلا بانگال بشارتنه که آزاد و عادل دکر دجوات اول کره نتوان یک بویش آلی روسیه و چین و هات رد کرن. برنویس که امریکا حاضر کرده بو هر وقت داد خواستن که بو آلی کارینش ونزوئلا را دستور در بسکن سینور ور داین. امریکا هجمار که ولات روجوا دجی رژیم نیکولاس مادورو پشکریو ریبری رکبره خوان گوایدو دکن. لالیدن چین روسیه و ترکیه دیار دکن که اف آلی گری مادورو نه. دارین هیجا او بو وشتانا دنگ و بحثناتی که شهر 4% کردستانی و کردن دیاس پروهروا نوچین نمنتوی جاره کدن دیسات سروی نو نشانی امی راستی هبین آمده کار و ریبرو دنگ و بحث نویا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشتانا نو بمید نو خیر خوشی و سلامتی دا